بچه ابراهیمه. صبر کنن، شما چی میکنه؟ استاد شمن فرار نکنن. خدایا مرا دیگه هرگز از اولادم جدا نساز. بچه قندم. اگر با پلیس خبر داده باشن، اگر گیر بیاییم چی؟ حالی طفل از تو نیست. بگو تعمل نتانستم رفتم بچه ما گرفتم. خداوند از تو راضی باشد. از خاطر تو بچه ما دوباره گرفت. پدر جان ببینید ابراهیم گریه نمیکنه. بچه یک دانه ایم قند مادر. کمی پیشتر پلیس هست. حالا چی کنیم؟ خوش کنین که ور خطا نشین. اطراف بیکاز یک آقا یک دخترک خورد و یک خانم در حدود 25 ساله یک طفل فرار دادن. امید قصد به شما فرار کرد. تمام افراد متوجه باشین. اجازه ندید. همین الان رفتن، باید سوار شویم. اونا ما را تعقیب میکنند. خدایا حالا چطور کنیم؟ رفتن. خدایا خودت کمک کن. اصله تو بگیر. دنیز آدرس همینجا را دادم. متوجه خود باش بچش. راست بگو محمد کجا جا بجا کردی؟ به احتمال زیاد شاید به دانشگاه برده باشی. با مو اندازه که کمتر بفهمی با مو اندازه زیادتر زندگی میکنه. براتان عذر میکنم، لطفاً مرا از بچم جدا نسازید. خانم محترمی که شما را دستگیر نکردیم شکر بکشین. اگه بار دیگه مرتکب چنین اشتباه شوین مطمئن باشین که زندانی میسازمتون. فهمیده شد؟ برین دیگه. فهمیدین؟ لطفاً صبر کنین. بچه ابراهیمه، نترسی جانم، هرگز نترسی. اونا نمیتونن که برا از هم جدا بسازن. بچه دروازه را باز کنین پلیس. گفتم دروازه را باز کنین. حالا چی خواد کردیم؟ به خاطر تلاشی آمدیم.
او مارام اونجا بود. حالا شاید باز بیای و طفله بگیره. اینا چه قسم انسان هستن؟ من هیچ نفهمیدم. اما تشویش نکن، امشب میریم باز ابراهیم فرار میتیم. اگه بازم گیر بیاییم چی؟ برای گیر کردن نمیتونن. ما یک راه را بلد هستم. حالا بریم در رستوران. درست است، بریم. حالا این یه ابراهیم هست. فرار کردن. استاچمن فرار نکنن. دوستاچه احمق اینجا بیا. بگو که کجاست. من خبر ندارم احمد کجا بیادر. جاسوسی کرده؟ من خبر ندارم بیادر. من هیچ چیز نمیفهمم بیادر جان. لطفا مرا خرج نگیری. مرا دیوانه نساز. من هیچ چیز بزن. نمیفهمم بیادر. هیچ چیز نمیفهمم. هیچ چیز. فرار کرد. بیبی که دوستت تو را زخمی ساخت. تو بسیار احمق هستی. گپ بزن. من هیچ چیز نمیفهمم احمق بیادر. به احمد کجا جاسوسی کردین؟ با گپم باور کو بیادر. من قسم میخورم از هیچ چیز خبر ندارم. باور کو بیادر. گپ میزنی یا از بین ببرم. گپ بزن. یک دقیقه صبر کن. بله؟ بله سلام هستم، بفرمایید. درست است؟ ساعت 8 اونجا می باشم سایز؟ چی گپ شده خیرتی خواهد سلام؟ محافظ بود. پیشنهاد من قبول کرده. دختر امشب عملیات داریم، طفل اختطاف میکنیم. آی بریم دیگه. سلام، خوش آمدید. بفرمایید. خسته نباشین. ایلیف، بعد از گرفتن طفل او را به کجا میبری؟ یعنی یک چند وقت نباید در اینجا باشی. نمیفهمم. شاید مادر مگرفته به آیدین بریم. ها دخترها آمدن. سلام، خوش آمده. میزای ما آماده است. من میخوام که امشب همه چیز تکمیل باشه. البته جانم، تشویش نکنین. تا وقت همه چیز آماده میشه. تو هم ما را کمک میکنی اما تو نیستی لیف؟ البته چرا نی؟ مام کمک میشم. ویزی درسای مام تمام شده. بله، نقشه ما برملا شد. پلیس در تعقیب. شما احمقای پاست. حال در کجا هستین؟ ما فرار کردم. در راستم. به عقل دیگه کجا شد؟ او دستگیر شد. او گپ زده نمیتونه. از بین برد. درست است. تو هم با کشتی برو. یک چند وقت خدا نشان نده. دخترا، ما از شما یک نظر میخوایم. یک باری را امتحان کنین.
حالا زود باشین، سرد شد. بگیرین تقسیم کنین. اما زیاد پشتت دق شده بودم میلی. اما زیاد ناراحتم شدم. چرا به من نگفتی لیف؟ چرا این همه از من پنهان کردی؟ مام زیاد دق شده بودم فلیس جان. همه چیزا برات میگم، درست است؟ لیف، اما من بسیار پریشان هستم. لطفا اجازه بده پیشتان بیایم. خانم رنا، معتو، ابراهیم همه ما با هم زندگی میکنیم. هر گپی که بود با هم حلش میکنیم. ابراهیم گرفتن فلیس. کی گرفته؟ خدمات اجتماعی. چند روز میشه که به خاطر او تلاش میکنم. متوجه مادرمون بودن نمیتونم. یک خانم همسایه از او کمک میکنه، اما اون تو چی بود؟ از خاطر او لعنتی تمامی بلاها سر تو آمد. حتما در تمام کار او دست دارم. از صبح دیدمتان شما با هم جنگ میکردین. این دختر کی است؟ یک بار من باید این دختر را ببینم. در اصل شما او را مشناسین. مشناسم؟ او روز اینجا با هم گپ میزدین. کی بود؟ کدام روز؟ هیچ به یادم نامد. ای سایلا. فلیس تو کجاست دختر؟ اینجا چی میکنی؟ ایلینا با سخنرانی شروع کرده. حالا باید بریم. کاپتان کجاستی؟ چند دقیقه دیگه باید منتظر باشم. زود باش که حرکت کنه. بزو زیاد وقت نداری. تو کی هستی احمق؟ اسلحه پایین کن. بگو که با آمده کجا جاسوسی کردی. گپ بزن احمق، گپ بزن. ژاله چی شده؟ او شورشا باز تو را پریشان ساختن؟ به چهار طرف خود که میبینم نمیفهمم کی ارتجایی است و کی نیست. اگر واقعا کدام چیز به نام ارتجایی وجود داشته باشه که ما هم شک دارم که است، اگر باشم هم تو هم من همگی ما ارتجایی هستیم. ما از این بازی ها بسیار خسته شدیم قدرت. وقتی امرای اونا جنگ میکنم باور کو زیاد خسته میسازه. باور کو ما به خاطر گپای حق و ناقی چوکی را به دست ناوردیم. ژاله تو در این کار مداخله نکن. کافیست که تنها متوجه کار خود باشی. اجازه نمیتن که من متوجه کار خود باشم. امروز او رئیس انجمن از چی است؟ او آدم به اتاق ما آمده بود. اگه یک بار میشنیدی که مرا چی چیزا گفت. درست است. من نمیخوایم که ای چیزا بشنوم. تو هم نشنو. درست است؟ تو تنها به گپ ما گوش کن و امرای ما عروسی کن. امرای ما عروسی میکنی؟ خوش آمدین، بفرمایید. نوشه جان. ایلی حالا دیگه شگارتونا حل میکنن. ما باید بریم طفله بگیریم. ابراهیم منتظر ماست. درست است. ما ایره میمانم، زود پس میایم. زود باشن ایره بگیریم.
گپ بزن به آمده کجا جاسازی کردین احمق. دنیز در موترش کارد ساختگی دانشگاه را پیدا کردن، مثل که به آمده دانشگاه جا بجا کردن. گپ بزن احمق. او را به تجارت حالا بریم. حالا بیا. بیاین که بریم. بیا دختره، اما یک ایره دقیقه بپوش. اگر ما دستگیر شویم در دهن در روزه یک نفر محافظ است، از او که ترشی هم دیگه کار حل است. پدر من قهرمان است خاله الیف، از شما محافظت خواهد کرد. حتما دوست جدیدش است. خانمی جان، همیشه مرا ملامت میکردی، همیشه با نفرت طرفم سیل میکردی، اما حتی متوجه ای کارتم نبودی. با بلندترین مقامم رسیدم اما بازم خوش نشدم. تو چقدر یک زنه احمق پست هستی ها؟ اما بس است، ما دیگه از تو واقعا خسته شدیم. با یک امضا از تو نجات پیدا میکنم. زود شو، ایره بگی. امضا کن. ده اینجا ده اینجا. تو بیچاره هستی، بیچاره. در اصل تو بیچاره است. هرچی نباشه من خواهی میفهمم که تو توسط کی مرا فریب میدادی، اما تو هرگز را نخواد فهمیدی. تو گپ میزنی شیشک؟ ای دروغگو، ای زن پست احمق. تو را توسط نزدیکترین دوستت فریب دادم. دروغ است. تو دروغ میگی اما تو نیست. گفتم دروغ میگی ها؟ تبت بچه تو نیست قدرت. مارا چرا فریب دادی شیشک؟ چرا؟ بگو چرا این کار کردی؟ نافذن. آقای محترم شما چی میکنی؟ از باشکم شما. نمیفهمم که آدم چی شد. منتظر باش. این کارم تمام شد. زود باش کارت خلاص کن، مرا در جنجال ننداز. اینه به خدا، وقتی که موضوعی پول باشه باز هیچ گپ نیست. باز وقتی که کار شد میگه که منو در جنجال ننداز. نترس. امی که کارم خلاص کردم میرم دیگه چی ریمام نخواد دیدی. زود باش هلا.
الیف ببین یک شیشه شکسته. به نظرم از اینجا داخل شده میتونیم. چی؟ اما چه قسم تا اونجا بالا شویم؟ بام بسیار بلند است. چطوری امکان داره؟ ما بالا شدن میتونم. دخترم ببین از اینجا تنها تو میتونی داخل شوی. تو میتونی که داخل شده دروازه را با ما باز کنی. بله میتونی؟ نه خیر امکان نداره. داملا را در خطر انداخته نمیتونم. تشویش نکنین خاله الیف، من میتونم. دیگه شانسم نداریم. بیا دخترم. حالا 1 2 3. متوجه باش داملا جان که نفتی. کل جای باید بپالین. تمام پنتون را زیر رو کنین. فهمیده شد؟ آمیر اردام دویلی چیزی نیست. منزل پایین چطور؟ پالیدن ادامه داره. درست است. دیگه سنفارم ببینن، زود باشین. خدا کنه که دیر نکنیم. خدا کنه. احمق، قلب ما استاد کردی. هی تو خسته شدی؟ حال مادر که تو را پیش خود میگیره. داملا چرا تا حال نامد کدام گت نشده باشه؟ ما چرا قسمت کار کردیم؟ الیف آرام باش، حالا میایه. نه خیر، ما بسیار یک اشتباه بزرگ انجام دادیم. چرا او طفل کوچک داخل مونده؟ الیف بس از دیگه. ما کار اشتباه انجام نمیتیم. طفلت ناحق از تو گرفته نشد. بیبی هم ما و هم دختر مطمئن است. لطفاً حال دیگه کمی راحت باش. بیا که بریم درد سر جان. امروحی مادر خواندید بچه کر نمیدی؟ نه هوش کنی، گریه نکنی. نه گریه نکنی. خب آرام باش. آفرین، آرام باش. بس تو برو سر میز بیبی. هیچ چیزی نیست بیادر. در اینجا نتونستیم چیزی را پیدا کنیم. شام بخیر آقای سفیان. شام بخیر آمیر صاحب. سفیان ولی زاده، شما را به خاطر نوشتن، نشر و تبلیغ کتاب‌های تحریک آمیز به ضد دولت جمهوری ترکیه بازداشت میکنیم. آمیر صاحب، ما در مورد روشنایی عدالت شک نداریم. پیشانی ما پاک و سر ما بلند است. بفرمایید که بریم. داملا جانم، تو خوب هستی؟ داملا پدر ابراهیم. آفرین به دخترم. بچه
بچه‌م نیست. ابراهیم نیست. درست است لیف، آرام باش. من دیدم که یک خانم ابراهیمه گرفت رفت. چی؟ بچه ما اختطاف کردن. ابراهیم اختطاف کردن. بچه ما بردن. هیچ آرامی نداری. شیطان میگه کمی جلوش بتی. بیادر ساعت 9 بجه شده. بله او آدم چی کد گپ زد؟ شما باز جوری را ادامه بتین. هنوز گپ نزدم. حتما کار او مار است. خدایا من از بین رفتم. خدا میفهمه که حال کجا رفته باشد. خدایا حال ابراهیمه چطور پیدا کنیم او را پیدا میکنیم دخترم. ابراهیم را پیدا میکنیم. ما باید به او زن یک بار زنگ بزنم. میشه تلفونتانه برم بتین. زنده باشین. شما یک دیگه تانه میشناسین؟ چی؟ سنم؟ سنم خواهرم است. آها اینه بگیره. بخیر کلانش کنی. طفلک قند مادر. بسیار زیاد تشکر خانم. زنده باشین. چطور میتونیم اینی که شما را ادا کنیم؟ خواهش میکنم جانم، به چیزا ضرورت نیست. هر چیز زودتری از اینجا ببرین. فردا به امریکا پیش یکی از اقارب خود میریم. شما تشویش نکنین. بسیار زیاد تشکر. شما بسیار خوب هستین. قلبتان کاملا مثل فرشته است. تنها یک بال ندارم اما تو نیست. به هر صورت از ما همه قمه شدگه. شما هم خیرش ببینید. امکان نداره. در مورد زنی که گپ میزنی سنم بوده نمیتونه. نیک تو گپ ناک نزن. من از این چیز خبر ندارم. ما دیگه خسته شده از قدر فریب خوردن خسته شده. پدر جان لطفاً جنگ نکنید. دخترم چیزی نیست. بیبی ما فقط گپ میزنیم، درست است؟ چند دقیقه بعد به امید زنگ میزنم. خاله لیفتم خواد فهمید که اشتباه میکنه. در اینجا غلط فهمی صورت گرفته. بهترین بیادر دنیا بگو. سنم همیالا به رستوران بیا. باید گپ بزنیم. درست است. پس برام یک قهوه مزه‌دارم آماده کن. ایره دیگه چی شده بود؟ گپ بزن احمق. گپ بزن. و ما در کجا پنهان کردی؟ هرگز. اگه مرا بکشم برات نمیگم. از مرکز کدام خبر شد؟ نه خیر بیادر. هنوزم گپ نزدم. هنوزم تلفنش خاموش است؟ بله سهیلا. نمیفهمم که چرا جواب نمیده. پدرم هرگز این قسم یک کار نمیکرد. همگی منتظر آقا سفیان هستن. ما منتظر هستیم.
اگه بچه ما بگیرم همه مرا تحمل کردن نمیتونم. در رستوران منتظر ماست. وقتی که رسیدیم باز خواب دیدیم. بگو بامده کجاست؟ با پالا پیدایش کا تیک تاک تیک تاک. اردام ساعت 9 بجه است. هیچ کسی در دانشگاه نباید داخل شود. همه گیره بگوید. درست است. امشب آماده باشین تا با خشم میلیون‌ها نفر مواجه شوید. بام در دانشگاه نیست. بگو صبر. بگو در کجاست؟ در رستوران دامنا است. انا میفهمم که الیفشان کجا شدن. همراه دوست جدیدش است. او برنامه گرده. چتیات نگو سهیلا. آدم مورد الیف گپ میزنم. تو چتیات میگی جانم؟ به خاطر که هنوزم فکر میکنی او قربانی است. شروع میکنیم دخترا. بیشتر از این مردم منتظر مونده نمیتونیم. گنگا شدن که گپ نمیزنی؟ الیف از اونجا برای دینیس؟ تو در اینجا چی میکنی احمق؟ بس شو احمق. برو بیرون برای الیف از اینجا بیرون شو. در اینجا بند جاسازی شده برای عجله کن برای. سنم حرکت کو شیشک. حرکت کو. چطور پیشم تمثیل میکردی؟ میکشمت احمق. هر کاری که میکنی بگو، اما هیچ وقت نخواد فهمیدی که او شخص کی است. هیچ وقت. پیش از اینکه او توفه مرا ببینی ای قسم گاب نزن خانمی جا. رهایم که گفتم. رهایم که قدرت. رهایم که. با قبر خودت خوش آمدی خانمی جا. سنم الیف صبر کو. الیف گفتم صبر کو. چی میکنین خانم محترمه؟ خسم الیف محترمه پس شو. تونین. گفتم پس شو. مادر من نشه. سنم تو کجا هستی؟ خانم لطفا از اینجا بیرون شوین. سنم 5 دانه دیگه مونده.
هیچ وقت نخواد فهمیدی که تبت بچه کی از قدرت. هیچ وقت نخواد فهمیدی. چوب باش، جزای این کارتم میبینی. چوب نمی باشم. من چندین ماه خیانتی که در مقابلم کدیره تماشا کردم، هیچ صدای من نکشیدم، گپ نزدم. اگه توان می داشتم در همونجا تو را از بین می بردم. تو مرا از بین بردن میتونی قدرت؟ ها؟ بگو مرا کشتن میتونی؟ از بین میبرمت، میکشمت فریب کار. 4 دانه دیگه مانده. بگو و آدم کی است؟ بگو و آدم کی است؟ به خاطر کی مرا فریب دادی ها؟ به خاطر کی؟ نمیفهمم. شاید دوستت باشه، شاید او هم یک نظامی باشه، شاید رتبه او از تو کده بلندتر باشه. دانه تبسته کن. او باید چشمای خود باز کنه. خانم لطفا مریض آرام بانین. با خود بیاین مریض داخل با مرد دست و پنجه نرم میکن. دروغ است، تمامش دروغ است. شما او را نمیشناسین. او یک شیطان بزرگ است. شما نمیفهمین. جای بچه مرا فقط او میفهمه. او باید باهوش بیای، شما چرا نمیفهمین؟ لطفا خانم آرام باشین. سنم خواهرم است. او را چی شدن؟ ایلیف بگو چی شدن؟ خواهرت؟ تباه شدم. او زندگی من تباه کرد. تو خودت خواستی که قسم شد. پس یه قسم است. او برم گفت که بچه تا از بین میبرم. از او خاطر مجبور شدم دروغ بگویم. چی؟ حالم خانم دوست داشتنید بچه ما را اختطاف کرده. این گپم باور نداری. خوب است باور نکن. گوشای تپت کن، چشمایتان بسته کن، باور نکن. اما من بچه ما پیدا میکنم. تا وقتی که باهوش بیای از اینجا هیچ جایی نمیرم. اگه بمره باید به خداوند، اگه زنده بانه باید به من حسابی بده. تو همه چیز در مقابل چشمای من انجام دادی. گناه مرا هیچ وقت ندیدی. مرا همیشه خانم صادق خود فکر کردی. اگر من به جای تو می بودم با اون مرمی آخری خودم می زدم و به غم می ساختم. فهمیدی قدرت؟ تو قدرت کارای مرا از بین برده میتونی؟ ها؟ مرا کشته میتونی؟ پیش از اینکه حقایق بفهمی مرا از بین برده میتونی؟ زن احمق، تو تا آنوز قدرت کارای نشناختی. تو را همینجا از بین میبرم و احمقم پیدا میکنم و در پهلوی تو دفنش میکنم. میفهمی جسد تو هم در جنگل خواهد پوسید. هر دوی ما میفهمیم. تا وقتی که نفهمی تبت بچه کی است مرا کشته نمیتونی قدرت. تا وقتی که حقیقت نفهمی تو هیچ وقت مرا از بین برده نمیتونی. هیچ وقت. اگه او آدم احمق پیدا کرده و دم اینجا در پیش روی تو از بین نبردمش، باز نام قدرت کارای نباشه. زور اصلی قدرت کارای باز وقت اردویتان خواد دیدین. اردویتان بله، چی شده؟ چی گپ است؟ در قهوه خانه بم انفجار کرده؟ چی؟ سنمم اونجا بود؟ احمقای بیکارا، یک کارم به درستی انجام داده نمیتونین. بله، قدرت از همه چیز خبر شد. همراه ما کمک کن. به
خاطر پیدا کردن طفلک از پرورشگاه اختطاف شده بود، پلیس تمام تلاش‌های خود را انجام می‌دهد. اما مقامات پرورشگاه اطفال تا به حال در این باره چیزی نگفته است. اما از طرف پلیس مقامات مسئول تحت تعقیب و بازرسی قرار دارند. احمد ده همه جای طفله میپالن. تو خودت هر وقت میگفتی که باید طفله بگیریم. ما برات گفته بودم که کارا بسیار خطرناک است. خرید و فروش طفله قدر آسان فکر کرده بودی چطور؟ اوف، ما زیبازی خانم شوهر با تو خسته شدیم دیگه. ما میرم دیگه. هر چی که میکنی خودت میفهمی. بله بیاین هم یعنی طفل از ما بگیرین. چرا؟ او خانمی طفل اختطاف کرده بود. نه والله ما خبر نداشتیم. او با ما گفت که طفل یک مادر بسیار فقیر است. والله ایره نمیفهمم. بیاین ایره بگیرین، هر جایی که میخواین هر چیزو تری طفل ببرین. الیف تو کجا بودی؟ در شفاخانه بودم. سنم هنوزم در کما است. فلیس جای بچه من فقط او میفهمه. اگه او باهوش نیایم من چی کنم؟ درست است. حالتش هنوزم خوب نیست. یام نتیجه آزمایش دکتر صاحب. الیف چی شده؟ انسان میتونه به دوست خود اعتماد کنه. البته که اعتماد میکنم. ایجا اون نزدیکترین دوست سنم است، اما تو نیست. من مطمئن هستم که او جای ابراهیم دیده. حالا دیگه بدم. جنرال صاحب، من فکر میکنم که در این موضوع بمبگذاری اشخاص بزرگ دست دارن. اگر نه قدرت کارای چرا قهوه خانه بچه خود بمبگذاری کنه؟ تو فکر میکنی که قدرت کارای شخصی است که سر به خود کدام کار را انجام بده؟ بدون اجازه به کسی زنگام زدن نمیتونه. تمام چیزا به طور سیستماتیک پیش میره. اما وقتش رسیده که عکس العمل نشان بدیم. تشویش نکو. خوب است جنرال صاحب، اما توانایی اشخاص مقابل ما بسیار زیاد است. چطوری کار کنیم؟ هر کار کنیم به درد نمیخوره. قماندان سعید میشناسیدی نیز؟ چطور نمیشناسم؟ یکی از بزرگترین قهرمانای جنگ چناقله است. یک زمان درباره سعید با قدرتم گفته بودم. انگلیسا با قوت و توانایی خود بسیار اعتماد داشتن، اما یک ضابط هادی جواب دندان شکن برشان داد. حالا دیگه وقتش رسیده که یک جوان وطن پرست در مقابل اونا استاد شود. بعد از این فقط دیگه تماشا نمیکنیم، مداخله میکنیم و همچنان پنهانی نه بلکه آشکارا امرای اونا مجادله میکنیم. قماندان دینیس، ما آماده هستیم که پایان داستان قدرت کارای و بادارایش به دستای خود بنویسیم. جنرال صاحب، ما آماده هستم که به خاطر ملت و وطن خود هر کاری که از دستم بیا انجام بدم. هر فداکاری که بتانم انجام میدم. بعد از این مجادله خود با آنها باید آشکارا انجام بدیم. وقتش رسیده که از دام گرگا خود نجات بدیم و خود با اونا نشان بدیم. یک گروه ایجاد کردیم که قدم قدرت تعقیب میکنن. حتی از نفس کشیدنشان به ما خبر میتن. قماندان، با اولین فرصت کارش خلاص میکنیم. در اولین فرصت قدرت کارای با یک لکه سیاهی تاریخی مبدل خواهد شد. کی با شما گفته بود که با ما در اونجا بانین ها؟ احمقا، جزای کارتان خواد دیدین. باستا تو در اینجا چی میکنی ها؟ با کدام روی اینجا آمدی زن لودر ها؟ با دیدن دخترم آمده. هنوزم او را دختر خود میگه بیشرم. تو مانع ما شده نمیتونی قدرت. اگر میخوای برو گپ با بچه‌تان بگو. اینجا چی گپ است؟ تو با کدام اقمانی داخل شدن مادرم میشی؟ جواب بده. با بچه ما. مادر؟
چی شده؟ حالا جواب بده دیگه با بچه ما. حالا مادر بیا که داخل بریم. هیچ کس مانع ما شده نمیتونه. ما مانع شده نمیتونم خانمی جان. به هر حال بچه نمیخوایم اینجا جنجال جور کنم. ما بعدن باز خود آمدم. حسابه تمام کارهای دخواد پرداختی. فکر نکن که این کارهای تو به جزا خود موندن پدر. امی که وهمق پیدا کنم باز ترم از بین میبرم خانمی جان. از بین میبرمت. بیبی اونجاست. واضح نیست اما دیده میشه. اینجا کجا است؟ کوچه پیش روی پرورشگاه. بیبی سنم میآید. طفل در بغلش است. بیبی چهره او شخص خانم معلوم نمیشه چون پشتشان است. او را درست دیده نمیتونیم. ما چی کدوم مردم؟ چی کدوم؟ دینیس لطفاً کمی آرام باش. اشتباهی بزرگی رو مرتکب شدم. الیف خودش پیش ما آمد اما گوش نکردم گپشه. کاش گپای او را گوش میکردم. او وقت هیچی کارا نمیشد. سنم امروی ما یک بازی خطرناک انجام داد. میگم خوب شد به سزای خود رسید اما در بطن او طفلم است. دینیس بس از بیادر. حالا دیگه پشیمانی سودی نداره. ببین اگه بچه تانه پیدا کرده به الیف بتی تو را میبخشه. وقتی اون خانم دستگیر کردیم الیف همه چیز خود فهمید. چطور دستگیرش خود کردیم؟ خودت میگه که چهرش درست معلوم نمیشه. بیادر ما چهره او را رسامی کرده به همگی توضیح کردیم. تشویش نکن دیگه بیادر. همه چیز حل میشه مطمئن باش. پدرم زنگ زده. بله پدر. شاید به خاطر سنم زنگ زده باشه. چی؟ طفل خود از دست داد؟ در مقابل جمله اونا چوب نمی باشیم دوستا. خاصتا اونا مرکز ما را مورد هدف قرار دادن. فقط بالای آقا سفیان نبود، فقط بالای ایلینا خواهر نبود. ببینید این حمله بالای اعتقادات تمامی ما انجام شد. این گپ خوب است اما امکان دارد در این کار بمبره. من خود بسیار ترسیدم. خواهرم اقبه جانب است. ما به خاطر دوستای خود دیگرخون شدیم اما باید درباره خدا فکر کنیم. ایلینا خواهر ما اونجا با مرد دست و پنجه نرم میکنه و شما از اینجا میرین ها؟ آقا سفیان شاید تمام عمر خودت از زندان سپری کنه اما شما درباره خودتان فکر میکنین؟ نسلیحان پول دکتر خواهرتو را کی پرداخت کرد؟ وحسوره کی به پدرت کار پیدا کرد؟ او غذایی که میخوری از برکت کی است؟ پس فعلا فیلیس کجاست؟ او خود نزدیکترین دوست تو است. من همراه اونا کار ندارم. راستش خواهرای ما اونایی هستن که در انجمن ما زندگی میکنن. کسایی که در بیرون هستن تمام اونا دشمنم هستن. ما بسیاری گناه بزرگ انجام دادیم. به همگی دروغ گفتم. خدایا خواهش میکنم مرا ببخش. الیف خواهش میکنم مقا خدا جگر خون نساز. ابراهیمان پیدا میکنه. پس تو بگو دیگه چی کنم فعلی؟ از دست من بچم در این حالت است. بدون خداوند کس دیگه ای را ندارم که ازش کمک بخوایم. راست میگی. بدون از خداوند دیگه هیچ کسی را نداریم. دفلا چه باشین صبر کنین. حالا شما را بیرون میبرم. شوخی نکنین دیگه. بشینین دیگه. اوه خدا تو کجا بودی؟ میخواستی اینا رو بیرون ببرینی؟ ادقسشا نباشه. رئیس در داخل است؟ داخل است. بیا
پلیس خو اینجا نامده همونطور نیست؟ نه پلیسی چی؟ آها درست است. دوستا ما این خانوم میپالیم در نزدیک منطقه بیکوز در کمره امنیتی ثبت شدن. تمام امنیت خبر بسازین، تمام نقاط شهر رو بپالین. ما میخوایم خانوم پیش ما حاضر کنین. حالا دیگه او احمقا اینجا نمیاین، باید این کار خودم حل کنم. حالا دیگه قندولک من تو را از اینجا میبرم. حالا دیگه بریم دیگه. یکی از اشخاص که بالای ما اطفال میفروخت یک جنجال جور کرده. میگه که پلیس او طفل میپالن. ما به شما نگفته بودم اطفال را بیارن که کس و کوی نداشته باشه؟ حالا خوی کار شده. او خانم میگه که ما این طفل در خانه نگاه کرده نمیتونه. دیگه چاره نیست، باید طفل به امریکا بره. تا او وقت کی ازش مراقبت میکنه ها؟ حالا دیگه یالماس خدا با اینا نشان بده. اوه بچه من اختطاف کردن، ببینین بچه من اختطاف کردن، واقعا بچه من اختطاف کردن. من چی کار کنم؟ بچه من اختطاف کردن. باش که براتون یکم سر دیگه بکنم. دیوانه است چه؟ بکشنی را دیگه. سایکو که نمورده باشه ای. بخی بیادر، بخی زگه، بخی حالا. بسم الله. بیادر ما تمثیل میکردم. بیهوش شدنم چقدر طبیعی معلوم بشه. اما حالا براستی بیهوشت میسازم یک دقیقه. صبر کن یک دقیقه تو صبر کن. به نظرم دوستم زیاد خوش داره که در فیلم نقش بازی کنه. تو نقش پدرکلان بازی کرده میتونی ها؟ ایره میگه ها؟ البته بیادر، البته که میتونم دیگه. ما آدم بسیار با استعدادی هستم در این رشته. و ها شما خو بیازو به یک هنرمند سینما ضرورت دارید. باید بگویم که در قریه ما یک سریال ساخته میشد. ما هم در او سریال نقش بازی کردیم. تو به یک ممثل ضرورت داشتی نه؟ به نظر می آدم به دردت میخوره. مطلب گرفته شد قماندان صاحب. تا چند دقیقه بعد ما اجراعات خودم میکنیم. دلتان جمع باشه. خدا کنه که او دختر به پوهنتون آمده اگر نامده باشه باید منتظر باشیم. بالاخره خاط آمد. اما مطمئن هستیم که او دختر چیزی را میفهمه. انشالله که همه تو باشه. در اصل من زیاد جگرخون هستم، اما به خاطر تبدیل هوا اینجا آمدیم. از سنم خبر گرفتی؟ امروی مادرش گپ زدیم. هنوز در بخش عاجل است. به نظرم طفلش از دست داده. آی بیچاره. اونجا چی گپ است؟ دوستا در سابق اجداد ما به خاطر وطن جان خدا فدا میکردن. ما هم به خاطر اعتقادات خود باید خدا فدا کنیم. ما قربانیای جنگ ایمان هستیم. از همین خاطر تمام ما خینه میمانیم. اینا را ببین. سنم جان در شفاخانه بستر است. اینا تمامشان جور موندن. اونجا چی گپ است؟ اصلا لاره بی از همه کده پیش است. اما ای دختر هیچ نشناختم.
دخترام رفتم کمی کار دارم. صبر کن حالا خاطر رفتن و خاطر اونا خبر خطا شدی. نه من کمی نارام هستم. میخوایم زود خانه برم. باقی مانده شب خانم ژاله میبریم. او بسیار زیاد خوش است چون دوستای ما از بین رفتن. به هر صورت ما کار خودم میکنیم. میبخشین یک لحظه. ما ایجه را میپالیم. او که دوست سنم است. او را ندیدین شما؟ خیر. تشکر. اوف حالا چی کنیم؟ متاسفانه وضعیت مریض هنوزم جدی است. خب طفل چطور؟ فعلا کدام اثر حاملگی دیده نمیشه. طفل خدا از دست داده؟ کاملا گفته نمیتونیم، اما بعد از معاینات دیدیم که هیچ کدام اثر از حاملگی نداشت تا قبل. یعنی؟ یا که هیچ حامله نشده و یا پیش از حادثه طفل خدا سخت کرده. در این وضعیت ما کدام میتونیم چطور؟ در اصل ضرورت هم نیست که شما اینجا منتظر باشین. اگر کدام گپ شد دوستای ما باز برای شما خبر میتن. جنرال صاحب قدرت. بسیار جا تشکر. او را بیبی او سنفی ایجا است لیف جان. میبخشین شما ایجه را ندیدین؟ شما امروی ایجا چی کار دارین ها؟ بعد تو چیه؟ تو بگو که دیدی یا ندیدی؟ برای از اینجا گم شوین. شما دیوانه هستین؟ چی هستین؟ بیبی او ایجا که هست نه؟ او اتی یک کار کده که حتی تو دربارش فکرام کردن نمیتونی. حالا اگه میخوای دوچاره کدام مشکل نشه جایش بر ما بگو. اوف تاکسی چی شد؟ اوف اونه اونجا استاد شو. حالا چی کنه؟ آدرس خانهش پیدا میکنه و حالا همراه ما بیا. حالا زود شو به دادگاه. درست است بریم. بچیم تو گوش نشدی؟ بچه ما گوش نشده؟ حالا بیا که او طرف ببینیم. آقا مطبوعات در بیرون منتظر شما هستن. بسیار خوب، بگیرین دستای مرا ولچک بزنین. همه چیز باید بسیار طبیعی معلوم شود. آقا صفیون محکمه تصمیم گرفته شما را زندانی آقا روز بسازن. قبل در جلسه شما بمب انفجار کرد و دختر شما عمیقا زخم برداشت. شما در این باره چی گفتنی داری؟ این تمامش یک عمل سیاسی است که میخواین مرا صحنه بردارن. کسایی که کار کردن بسیار به وجدان هستند، در حالی که دخترم در اتاق عاجل بستر است مرا محکوم به زندان کردن. دوستا، ما یک پدر هستم. من نباید اینجا می بودم دوستا، بلکه پیش دختر خود می بودم. نمیفهم اینا چرا قدر به وجدان شدن. خب شما چی فکر میکنین کاری کی بوده میتونه؟ کسایی که کارا را کردن خائنین وطن هستند. اشخاص هستند که تمامشان آله دست خارجی ها شدن. کسایی که این کارا را کردن اشخاص هستند که پیشرفت و ترقی کشور اونا هرگز نمیخواین. اما همگی باید تیر خوب بفهمن که این کشور عشق ماست دوستا. هیچ کس نمیتونه ما را زیرا برگردونه، چون که عشق ما هیچ خلاصی نداره. انشالله که وقت نشده باشه. انشالله. شاید همین جاده جایی باشه.
آرام دیگه. اوف آرام باش دیگه. تو هم دیگه صدایت نکش. آرام. حالا بیا که اون طرف ببینه. نه این قسم نمیشه. تو را باید پس خانه ببرم. باید از اونجا ببرنت. برای دریافت طفلی که شب گذشته اختطاف شده بود پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است، اما تا هنوز پلیس ها تانستند تصویر خانم اختطاف کننده را نشر کنند و به پلیدن او ادامه بدهند و نیز از مردم خواهانی شدند که هر چیز درباره او شخص می‌دانند هر چه زودتر به مرکز پلیس خبر بدهند. با گزارشی که از امنیت شهر استانبول به ما رسیده است گفتند که هر چه زودتر فاعلین این قضیه را دستگیر خواهند کرد. خدا لعنتشان کنه، اینا پشت مرام گرفتن. حالا چی کنیم فلیس؟ اما بخشین یک دقیقه. بفرمایید. اما کوچه رو یارم میپالیم. کجاست؟ شما اشتباه کردین. او کوچه یک کوچه عقب‌تر است. بله یک کوچه عقب‌تر است. درست است. تشکر میکنم مهم فلیس. نیست. بیبی او کوچه است فلیس. اوف چرا تاکسی نمیایه؟ بیبی او اینجاست. صبر کن. استاچو باید گپ بزنی. اینجا استاچو. صبر کن. گفتم باید گپ بزنی. صبر کن. اما با تو گفته بودم که حتما کدام چیزی را میفهمم. شما دیوانه شدین. من هیچ چیزی را نمیفهمم. پس چرا فرار میکنی؟ اول اینا را اینجا بان. حال خوب گوش کن. او دوست تو که است نه؟ او بچه مرا اختطاف کرده. اگر گپ نزنی تو را دگیر پلیس میدم. مرا بچه تو چی غرض است؟ پس قسم است. تو با او شیطان هم دست بودی. ای را خوب میفهمم. اگر کدام چیز را میفهمی و نمیگی با سالها زندانی خود شدی. پلیس همه جای طفل میپالن. اگر به علیه تو شکایت کنیم چند ماه زندانی خود شدی. اما اگر گپ بزنی برات وعده میتم که حتی نامتان به کس نمیگم. باور کنین با من پسان گفت. چی گفتم میتونه ها؟ درباره یک خانم برام گفت. ماما قدر میفهمم. دیگه چیزی را نمیفهم. مرا راحت بری لطفاً. این دوسیه را ببینین. دینیز حال از پلیس ها خبر آمده که او خانم در منطقه بایکوز دیدن اما از پیششان فرار کردن. بیبی اطراف اون منطقه را کمربندی ایجاد کردیم. فرار کردن نمیتونه. حالا بیا که بریم. بیادر یک زن همراه طفل چطور از پیششان فرار کرده تانست؟ بیادر حالا دیگه. تمام هنرمندایی که همراه ما کار میکنن در یه هتل میباشن. وای رفیق، آدمای مشهور هم در همینجا میباشن؟ البته دیشب جنیفر لوپز از اینجا رفت. ای راست میگی؟ دوباره در بخش معلومات ثبت نام کو بیادر. پول شما میپردازید. پول خوراکم شما میتین؟ تو راحت باش. فقط به خاطر دادن نقش با تو باید یک تمثیل کوچک تو رو ببینیم. ای که تو متوجه اطفال بودم میتونی یا نه؟ میخوای میره ببینیم بیادر؟ آی بیادر هیچ تشویش نکن. ما استادی کارا هستم. هیچ قصه ایش نشد. درست است؟ اما حال او طفلم میارم بیادر. تو نقش یک پدر کلانه را بازی میکنی که به تنهایی از نواز خود محافظت میکنه. ها درست است. میبینیم که کارا کردم میتونی یا نه. حالا چانس خوب داشته باشی. تشکر بیادر. چرا بخیلی میکنی؟ ها؟ تو هم نان میخوری ما هم نان میخورم. چی فرق داره دیگه؟ اولوده باور کرد. بسیار خوشم شده. بسیار خوب شد. آها
اگه گیر آمد رو نمیشناسیم. حالا برو حالا او طفله بیر. حالا برو دیگه. بیادر شیطان میگه برو در شفا خانه او را از بین ببر. دینیز بس از دیگه بیادرم. مر از گپم پیش ایمان نساز بیادر. او چه قسم یک زن است؟ این کارا به فکر شیطان هم نمیایه. او از شیطان بدتر است. دینیز یک چیز دیگر میخوایم برات بگویم. بیادر این خانم امرای کسای کار میکنن که اطفال اختطاف میکنن. تو چی میگی هردم؟ این حقیقت داره؟ به خاطر میگم که آماده هر نوع عمل باشیم بیادر. امیدوار هستم وقت نکده باشیم. کار ای احمق میبینی فلیس؟ بچه مرا کجا آورده؟ کی است؟ باسکو چی گپ است؟ در تلویزیون یک عکس دیدم کاملا مثل تو است. تو خونه است که کدام طفل اختطاف کرده باشی؟ چوب باش کسی صدای تا خود شنید. تو نمیفهمی بیا زیاد جنجال دارم. ببین دهنت بسته نگاه کن. پوش کنی چیزی نگویی. اگر تو رم زندانی خواد کردن. حالا برو دیگه. پشتی بچم کسی نامد چی کنم؟ تو باز چی میخوای که آمدی؟ چی گپ است؟ تو تا حالا کجا بودی؟ عجله کو یک نفر برش پیدا کردم. بگیرش تو بیرون باش مامان یالا میایم. درست است؟ ابراهیم پیش او است. حرکت کو حالا. صبر کنید مامان صبر کن یک دقیقه. صبر کن. بگو بچم کجاست؟ او را کجا بردن؟ چشمایت باز کن. اردام چی کردی؟ گپ بزن بچه من کجا بردن؟ لطفا چشمایت باز کن. حالا وقتش رسیده که همگی حقیقت بفهمن. اگه حالا پیش او برم و برش بگویم که طبت بچه قدرت نه بلکه بچه تو است، باز او وقت او چی خواد کرد؟ کاش امشب برش میگفتم. اگه او هم ای بار همراهت نباشه ایجا باز داستان تو به پایان خواد رسید. او وقت صحنه بسته میشه، تو دیگه از بین میری. این خانم رو ببرین. دنیز شما هم در اتاق من منتظر باشین، ما براتون خبر میتم. حالا ایلیف حالا دیگه ایلیف اینجا بشی. حالا دیگه اون خانم پیدا کردیم، تشویش نکوی ایلیف. الیف بچه ما رو پیدا میکنه. گفتی بچه ما؟ مرا ببخش الیف. اما تو هم اشتباه کردی. تو باید قسم یک دروغ برام نمیگفتی. من میمردم الیف. کم مانده بود از دست دروغ تو بمرم. انسان به شخصی که دوستش داره قسم دروغ میگه. چطور قسم کردی الیف؟ او هم به کسی که از جان خود تو را زیاد دوست داره. هیچ درباره ما فکر نکردی که این دنیز چه خواد کرد، چه قسم زندگی خواد کرد؟ فکر نکردی؟
فکر کردم درباره همه چیز فکر کردم، بسیار چیزای خراب به فکرم آمد، اما من در یک بازیگیر ماندم و تو هم به گپم گوش نکردی. بعدن سرم زیاد فشار آورد، به خاطر نجات دادن بچه‌م دیگه هیچ راهی نداشتم، مجبور شدم دروغ بگویم. معذرت میخوایم، بسیار زیاد معذرت میخوایم. ما بسیار یک گناه بزرگ انجام دادیم. شاید خداوند جزای همین را برم میتوا. بچه مام ازم دور ساخته. بسیار زیاد پشیمان هستم که برای دروغ گفتم. درست است الیف، تشویش نکن، همه چیز خوب خواهد شد. یک جا همه چیز حل میکنه. بیبی مرا خسته نساز، تمام چیزا برم بگو. او طفله کجا بردین؟ قسم میخورم من این چیز نمیفهمم. بیازو وقتی که ده خبر او طفله دیدم با اونا زنگ زدم که ببرنش. او طفله کجا بردن؟ بگو طفله کجا پنهان کردین؟ یک آژانس سینمایی است، یک آژانس زیر نام اطفال بفروشین همونجا است. از اونجا یک نفر گرفتم، بازی شهر خانم انجام داده و اطفال پرورشگاه به کسا پیش اونا می بردم. نبیگی نواسی تو همی هسته که بته بیادر، وای بیادر ایخو کاملا مثل نواسه خودم یلماز است. البته تمام اطفال مشابه هم می باشن. خب ما چی کنم؟ برم بگو. چی بفهمم یک نقش بازی کنه. وای تو چی میگی بیادر؟ توبه صدقه چم بیادر، تو با ما گفتی نقش مرکزی رو میتی، باز نقشه برام نشانم نمیتی. یک قسم خونم میشه با ما زیاد پیشنهاد آمده. بیادر جان منظورم می بود که میخوایم حالتت کاملا طبیعی معلوم شود. طبیعی؟ آها، در هر جای اتاق کمره هست. ما میخوایم حالت طبیعی نواسه و پدر کلانه ثبت کنیم. حالت طبیعی؟ ها بله طبیعی. حالت طبیعی ها. به هر حال همیال کمره در حالت ثبت است و فیلم میگیرن. ها یک تکنیک خوب است. خوش محمد، خوب است والله، بسیار خوش محمد، خوب است بسیار خوب است. گپ نمیزنه. او خانم کار ما را سخت میسازه. یک راه دیگه پیدا میکنی. چطور گپ نمیزنه؟ من زیاد وقت ندارم، باید بگوید که بچه من کجاست. باید گپ بزنه. الیف صبر کن. الیف زن احمق. الیف تو هیچ وجدان نداری؟ الیف صبر کن. بگو که بچه‌م کجاست. بچه من بکی دادی گپ بزن. زن احمق بی وجدان. الیف بس است. الیف الاش کن. الهیم کو. اینجا بیا الیف بس است. بعد از این کار ما است. ما ازش گپ میگیریم، درست است؟ سر ما باور کن. جواب بده دیگه، جواب بده.
باید با هم ملاقات کنیم. بسیار عاجل است. بعضی چیزاست که تو باید دربارش بفهمی. فقط اینجا بیا، خواهش میکنم یک بار بیا. قدرت امشب خارج از کشور میره. هیچ تشویش نکن. خدا کنه این زن گپ بزنه و یک چیزو بگویه، حقیقت بگویه. ناامید نشو الیف جان. ابراهیم پیدا میکنیم، باز خواد دیدی. بفرمایید نوزه پلیس هست. یک دقیقه منتظر باشین. الیف گورال کدامتان هستن؟ مستم. بفرمایید به شما زنگ است. بله. طفل در جای غلط میپولی. با پارک سینال بیا. اگه کسی را همراه خود آوردی باز طفل دیدن نمیتونی. تو کی هستی؟ کی هستی؟ بچم کجاست؟ چی شده الیف؟ کی زنگ زده بود؟ بیرون آمدن. اردم چی شد؟ اون خانم گپ زد، چیزه گفت؟ گپ نمیزنم. چطور گپ نمیزنم؟ الیف صبر کن. او خانم رفت. رفت؟ چطور رفت؟ شما چی میگین؟ چطور ماندین که او بره؟ بشه ما هیچ ثبوتی نیست الیف. او هم گپ نزد. اگه ما او رو رها نکنیم محکمه رها میکنیش. همه قسم میخواستین به من کمک کنین. شما میخواستین همه قسم بچه ما پیدا کنین. الیف آرام باش. من خودم بچه ما پیدا میکنم، به شما ضرورت ندارم. الیف دنیز صبر کن بیادر. بیبی تمام کارهای ما به خاطر خوبی او هست. درست است. صحیح و سلامت بچه ما پیدا کده برش میتون. الیف ولی از خدا احساس شو. نمیتونم فیلیز، اون شخص به خاطر ابراهیم برم زنگ زده بود. گفته اگه چیزی که میگم انجام ندی ابراهیم برات باید بردام بگویم از او کمک بخوایم. اونا باید کار کنن. صبر کن، ضرور نیست. ما کمک اونا را دیدیم. اگه میخواستن کمک کنن باز او خانم اعلان نمیکردن. پس ما هم رای تو میاییم. ما نمیفهمیم که اون شخص کی است و چی میخواد. میخواد. گفت که ما باید تنها برم فیلیز اشتباه نکنم. شاید این آخرین شانسه باشه که ما بچه ما به دست بیارم. خطر قبول نمیکنم. پس ما رو تعقیب میکنه میلی. او آدم ها هیچ متوجه نخواد شدن. من نمیفهمم که چی کنم، اما باید زیاد متوجه باشم. مادرم ممتناست. او زن همسایم تا چی وقت متوجه مادرم خود بود. مادر جانم خدا میفهمه که در چی حالت است. آرام باش خانم، چی میکنی؟ به خود درن خود رساندی. آرام باش. دخترم رفت. آرام باش. آرام باش. به خود درن خود رساندی. آرام باش. دخترم بیارن. دخترم پیشم بیارن. صبر کن، به خود ضرر خود رساندی. شماری دخترت پیشت نیست. بگویید که دخترم پیشم بیارن. دخترم پیشم بیارن. دخترم رفت. دخترم کجاست؟ دخترم کجاست ها؟ دخترم زنگ بزنی به خود بیاره و اینو شفا خانه ببره. زود شو. دخترم تو کجاستی؟ دخترم کجاستی؟
دخترم کجاستی؟ حسابی کار از شما میپرسم. حساب کارتان باید بتن. جزای ای کارتان باید ببینن. لطفاً بیادر کمی عجله کنین. میری پیش عاشقت خانم ایژه برو. این آخرین ملاقاتتان است. اگر اردویتان در یک قبر دفن نکنم نام خودم میگردانم. تو اینجا چه کار داری؟ چه قسم بیرون شدی؟ اون نفر مرا رها کرده رفت. بعدش هم پلیس ها مرا به مرکز بردن. خب بعدن چی شد؟ بعضی سوال ازم پرسیدن اما ما هیچ چیزی را برشان نگفتم. مرا رها کردن. خدا را شکر که پیش اونا هیچ دلیلی نبود. اگه تعقیبت کرده باشن چرا اینجا آمدی باز؟ توبه چی میکردم دیگه؟ یا با ما یک جای پیدا کن یا با پلیس همه چیز میگم. بیاز اون نفر تو هم رفت. او تفلکان پیش ما ماند. درست از خدا جزایتانو بده. امشب در هتل میباشی. فردا یک چاره پیدا خود کردم. والله خودت میفهمی دیگه رئیس. واها او بچه کجا است؟ چی کردین؟ چی میکنیش؟ برای شیر میتی؟ پول من نگرفتیم از خاطر پرسیدم. پولت نمیخوره. هنوز اوراق آماده نشده. میفهمی او طفل به خانواده خارجی میته. بچیم هر دوی ما بسیار با مهارت هستیم. چی نظر داری که این کار کردن میتونیم؟ همونطور نیست؟ چی شده؟ تو چه پسی مریض خونستی؟ چی شده یلماز؟ مریض خونستی؟ یا مریض هستی بگو نه؟ ها؟ صبر که ببینیم اینجا چی هست. یخشال هست اینجا. تو چیزی میخوری؟ ما عجب گپی میزنم تو خوردن نمیتونی. ببی برای چی میگم. نام نواسه ما یلماز است. از تو هم یلماز باشه درست است؟ خوشت آمد؟ بیگی خواهری را به تو روان کرد. ایرا کی روان کرد؟ آفرین تنها آمدی. کجاستی؟ برام بگو بچم کجاست؟ با اسکو آدار بیا همیالی. باس از دیگه خدا جزایتان بده. باس از
وای احمق وای وام در خانه خودم ها. حالا دیگه زود شو بیا. خدا جزایتان بده، هیچ چیزم برام معلوم نمیشه. تو چی وقت آمدی؟ به هر صورت دقیقش نشو. قدرت همه چیز فهمیده. وای زن لودا وای، معلوم میشه با ما دروغ نگفته بود. ای احمق نظامی است. خب تو کی هستی؟ ها؟ کی هستی؟ عجلت رسیده که خانه خودم آمدی از بین ببرمت ها؟ ما شما را حتما از بین میبرم حتما. مجبور شدم، اما در اصل تو باید یک گپ دیگر بفهمی. ای که تبت بچه تو هست. حال داخل میایم، بردیتون یک فرصت میتم. میگم که آخرین دعای خدا بکنین، اما با وام وقت پیدا نخواد کردین. دینیز آرام باش بیادر، بیبی همگی آماده است. اگه ابراهیم اونجا باشه حتما میگیریمش. حالا داخل برو. امشب هم اینجا می باشی، همراه هیچ کس نباید در ارتباط باشی. تلفن در کجاست ها؟ ایره چی میکنی؟ امکان داره پلیس ها تعقیب تو باشه. طفل همین چه نگاه میکنین؟ با تو چی؟ اصلا ما خراب نساز، هر دقیقه طفل گفته میری. دایدی روز با او طفل زیاد عادت کردی ها؟ صدای من مشنوی؟ مشنوم. ای آدم ها با من چیزی نمیگن، نه چی کنم؟ بیبی یک کار کن، بعد علیز برو در پهلوی هر اتاق استاد شو. همین که صدای طفل شنیدی خبر بده. فهمیده شد؟ درست است. ایشا بیرون برای ما میفهمم که امینجا هستی. اردیتانه از پایین میبرم، اردیتانه. شما را پیدا میکنم خانم، ایجا پیدایتان میکنم. اردیتانه در قبر دفن میکنم. صبر کن، تو این قسم رفتن نمیتونی. قدرت پشت من میگرده، او مرا از بین میبره. صبر کن. میبخشین، همین نزدیکی ها یک اسگاه تاکسی از او کجا کمی است؟ پیشتر از داخل همی کوچه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم.
خانم الیف شما هستین؟ بله. بفرمایین بیاین، من شما را میبرم. کجا میریم؟ از من خواستن که شما را به منطقه مارینا ببرم. الیف تو میخوایی که چی کنی؟ تاکسی. تاکسی پیش روی تعقیب کن. افسوس به یالات، هم سرشان تهمت میکنن و هم زندانی میسازشان. استادی رو بیبی، خداوند جزای همشان بده. خداوند ما را از جمع عاشقای چند روزانه بلکه از عاشقای حقیقی خود بگردانه انشالله. اوف، روزنامه‌ام تر شد. این قسمی کم قابل قبول تر میشه. استاد شما میخواین چی بگوین؟ یعنی به نظر شما این خبر دروغ است؟ اونا خود نمیتونن این شخص به خاطر یک خبر دروغ به زندان روان کنن. بیبی هم سند و هم عکسش است. گرچه خبر درست نخوندیم، چای سرش چپه شد، اما عکسش است. بیبی افسوس که او آدم به چی حالت رساندن. آی دوستا، شما اول غم خدا بخورین. نان برای خوردن نداریم. در زمستان حتی مرکز گرمی رو روشن نمیکنین. اینجا تمام ما را یخ زده و بهترین غذایتان مکرونی است. شما شیشتین و به این رقم آدم ها دل میسوزانین. البته که برش دل میسوزانم. این شخص آینده اولادای ما را نجات میده. توی ظالم ها را بیبی، به او آدم بیچاره یک تخت هم ندادن. پایین شوین بیادرها، حالا پایین شوین. این تخت این طرف ببرین. حالا زود کنین. نگهبان بیادر، خیریت است این تخت به خاطر کی است؟ با اتاق شما یک آدم خوشبخت میآید. دوست دوران دانشگاه مدیر صاحب زندانی ساختن. او هم در اتاق شما می باشه. مدیر صاحب امر کرده گفت که به او تخت یک نفره ببرین. منظم باشین، حال میمان مدیر صاحب میآید. میبینی استاد، از یک طرف این بچه وطن که در اتاق سرد بدون تخت میخوابه و از طرف دیگر دوست مدیر صاحب است که در تخت یک نفره میخوابه. افسوس به این حاله. سلام علیکم دوستا. علیکم سلام. ما یک دوست جدید شما، سفیان ولیزاده هستم. خوش آمدین. کجا میریم؟ از من خواستن که شما را به منطقه مارینا ببرم. رئیس زنگ زده بود. آدرس که طفل تسلیم میکردیم تغییر کرده. امرا یک خانواده خارجی تفاهم نکرده بودیم. ما چی بفهمم؟ در اوراق اونا کدام مشکل پیدا شده. یک نفر دیگه است چند پول بیشتر میته. طفل سر اونو فروشیم. اکی طفل با اونا تسلیم خواد کرد. اما مشتری رام نمیشناسیم. در ضمن پلیس هم هر لحظه پشت ما میگردن بیادر. نفس گرفتن نمیدونم، بخی دلم تنگ شد. رئیس گفت یک آدم به نام یلماز است. او باید طفل ببره.
اوف بیادر ای چه قسم بو از دیگه ای تحمل نمیشه بسیار بوی بد است اوف 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 ها بیا بیادر بیا ایره بگه بیادر لباس هایی تو است فهمیدی؟ ما اینا را چی کنم؟ لباس های پست رسانی است الطفله باید به یاد رس ببری همین قسم یک نقش است دیگه پدر کلان پست رسان همراه نواسش به یک سفر دراز میرن الطفله در داخلی میبری فهمیدی؟ در داخل بکس صدقه چم کسی طفله در داخل بکس جایی نمیبره فهمیدم خدا جزای تنتا اگر طفله در بین بکس ببرم باز دستانه خوبتر ظاهر میشم مثل ای که طفله اختطاف میکنم اما تو نیست؟ بله همین قسم است تو بسیار یک آدم خوب هستی اگر به قسم ادامه بودی یک ستاره مشهور خواد شدی راست میگی؟ تو با راستش من یک چیزی میگفتم تو گفتی ما میخوایم به طور طبیعی همه چیز ثبت کنیم این یک چیز خوب است ما موافق هستم بسیار راحت هستم اما کارگردان کجاست ما بعضی سوالات ازش دارم ما باید امروز بیشتر صحبت کنم ما در مورد کار باید زیاد گپ بزنیم درست نمیگم بعدا با هم رفیقات شدیم او هم قسم یک عادت داره میخوای هنرمند خدا در نقش خوب ارزیابی کنه حالا وقتی که تو طفله میبری کامرا در بیرون از تو فیلم میگیره به همین خاطر در موتر یا میلی بس نباید بالا شوی باید پیاده تا اونجا بری درست است؟ درست است فهمیدم تشکر بیادر شما چانس خوب با خیر بدی بیادر یک چیز دگان برد میگفتم پمپری طفله تبدیل کو بسیار بد بوی میده توبه آی چه قسم کار از پمپر اطفالم سر ما تبدیل میکنن اوف یک ستاره مثل ما چرا ای کارا کنه خدا جزای بتا نواسه ما یولماز سر روی ما پاشی کده بود توی قسم نکنی فهمیدی؟ اوی آی چی بوی بده است آدرسش خب میفهمی بله؟ آفرین به تو ما فکر نمیکردم اینقدر زود اینجا بیایی ساعت 9 یک کشتی پشت تو خاطر بود تو چی میگی؟ گپت قبول کردم اینجا آمدم دیگه همراه من چی بازی انجام میدی بچم کجاست؟ بله او بچه ما برم بته لطفاً بس از دیگه آی دل برم بردی هوش از سرم بیا تو ببرم ما صدقه تو تو خوش رویم تو زیبایم ما صدقه تو میشم تو دیوانه هستی چی میکنی؟ نه ما پسترسان هستم پسترسان صدای ما مشنوین طفل در همینجاست مشنویم رفیق یالماز بیا که کارا به درستی انجام بدیم نقش نوازه ما به درستی انجام بده ها حالا دیگه نشان بده تو چرا در دهلیزا میگردی؟ تو جاسوس هستی؟ ها؟
خدا جزایت بده. بریم رفیق. اردم او دستگیر شد، بعد دیگر را خبر بده داخل میره. دنیز حوصله کو. دنیز پلیسا در راه هستن. اوف. بشی. این خانم کم ظرف جاسوس برآمد. همراه پلیسا دسته یکی کردن. بله زود جمع شوین حرکت میکنه. مال جزایت میتن. تکان نخوری. اینجا بیا. اینجا بیا، فرار نکن. استاچی احمق بیشرف. طفل کجاست؟ بلند شو، طفل کجاست؟ گفتم طفل کجاست؟ یک شخص در لباس پسترسان بود. او طفل همراه خود بود. این طفل در یک بکس مانده بود. آی خدای من. چه خانه والا این چه قسم یک کار است. اینقدر دور است. حداقل خو برام یک بایسیکل میدادن. بدون بایسیکل خو پست رسانی نمیشه. این چه قسم یک کار است. یلماز حداقل تو خو گریه نکو. این کار خو آسان نیست. هنر است میفهمی. هنر از کار سخته. تو را چی شده؟ من خود تو را با دستای خود میبرم. چرا گریه میکنی دیگه ها؟ ده اصل خود تمام مشکل به گردن من است. به هر حال گریه نکن. چوب باش ده همه جای کمره است. از ما فیلم میگیرن درست است. باید درست تمثیل کنیم. حالا دیگه بریم که شرمنده اونا نشیم. حالا دیگه بریم. این نامه به شما آمده خانم محترم، بفرمایین. درست است، تشکر. درباره تبت باید گپ بزنیم امشب ساعت 9 و پارک بیا. دکتر صاحب مریض به هوش آمده. خانم سنم صدای مرا میشنوین؟ خدایا خودت امرایم کمک کن. شب شد اما از یادم هیچ خبری نیست که بچم کجاست. گپ بزن بگو که بچه کجاست. گپ بزن بخیر. گپ بزن بخیر. بگو که بچه کجاست. بلند شو بگو بته. آی خدای من پایم درد گرفت. آخ پایم. پای کایم. آی خدای من این چه قسم یک نقش است. پیاده روی کردم مرا کشتن. دیگه نفس ندارم که را برم. چی میگم گوش کن. تو اون گوش نشدی. نه نان است و نه کدام موتر. گوش کن چی میگم. هنوز خود سر فیلم است. بیا که از این نقش منصرف شویم. والا اگه قسم کنیم خوب میشه. اما پول خوبه میتن با ما. نمیفهمم چی کنم. صبر کو که تاکسی آمد. ما آدرس بپرسم. صبر کو رفیق. صبر کو. اوی بی بیادر
من میخوایم به این آدرس برم، اما خواهشی من است که شما یک راه کوتاه را به ما نشان بدین که زیاد خسته شدیم. به خدا این طفل بیچارم خسته شده. حالا بالا شده، هر جایی که خواسته باشه تو را میرسونم. راست میگی؟ سوار میشیم دیگه. در قصه فیلم و نقش نیستیم. بیادر تو هم هنرمند هستی؟ همون تو نیست؟ هنرمند چی؟ بابا ماریانا یک مشتری خود بردم. تو خوب هستی؟ من خوب هستم، اما ایره بگو که تو در هنرمندی چطور هستی ها؟ خوب هستی بیادر؟ با دیگه بلی از خدا راست بگو تو هم هنرمند هستی ها؟ درست است من قبول میکنم. میایم یک دقیقه صبر کن. میایم. دینیز، حالا ما باید به تو یک چیز بگویم. امروز یک شخص به الیف زنگ زده بود، گفت که طفل تا برات میتم. مامور تعقیب کردم. ما زیاد میترسم که کدام گپ نشه. نه خیر فیلیز، نه خیر، اونا براتان دام مانده. ما ابراهیم پیدا کردیم، مال پشت و میریم. اما الیف تو با خدایا شما کجا هستین؟ جایتانو برام بگو. ما در مارین هستیم. زود اینجا بیاین. درست است، همونجا میایم. هر دوم به دوستایت خبر بده. زود به مارینا میریم. الان زود باش.